خب بریم سراغ یه نگاه سریع به خبرهای تازه درباره احتمال وجود حیات روی مریخ. قضیه از کجا شروع شد؟ از یه سنگ خاص روی مریخ که مریخ نورد پشتکار یا همون پرسیورینس تحلیلش کرده. و چرا اینقدر مهمه؟ چون ممکنه، فقط ممکنه ها، سرنخ‌هایی از حیات جای دیگه‌ای غیر از زمین پیدا کرده باشیم. خب نکته کلیدی چیه؟ ببینید روی این سنگ یه سری مولکول‌های عالی، یعنی مولکول‌های حاوی کربن پیدا شده که خب میتونن نشونه‌ای از فعالیت‌های زیستی قدیمی باشن. اما خیلی مهمه که بدونیم دانشمندان میگن این مولکول‌ها میتونن از راه‌های غیر زیستی هم به وجود اومده باشن. پس هنوز هیچ چیز 100% قطعی نیست میدونید. خلاصه این که پیدا شدن این مولکول‌های عالی توی اون سنگ مریخی دوباره بحثا و امیدها رو درباره اینکه آیا زمانی توی مریخ حیات وجود داشته یا نه حسامی داغ کرده.